سلام. همونجور که در ویدیو قبل صحبت کردیم، ورزش، رعایت رژیم غذایی و درمان دارویی ارکان اصلی درمان کبد چرب غیر الکلی رو تشکیل میدن. در ویدیو قبل در زمینه رژیم غذایی مناسب برای این دسته از بیماران صحبت شد که من لینکش رو براتون گذاشتم. در این ویدیو بیشتر تمرکزمون بر ورزش و درمان دارویی مناسب هست. ابتداً باید بدونیم که بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی باید حداقل 150 دقیقه ورزش رو توی برنامه هفتگیشون جا بدن. ورزش نه تنها باعث میشه که فرد کاهش وزن رو تجربه کنه، بلکه باعث میشه عضلات و بافت‌های بدن حساسیت بیشتری نسبت به انسولین پیدا کنند و در نتیجه قند خون کاهش پیدا کنه و به تبع اون چربی ذخیره شده در کبد کم بشه. داروهای کاهش وزن و جراحی‌های باریاتریک و لاغری به هیچ وجه جای ورزش رو نمیگیرن، چون اون تأثیری که ورزش در افزایش حساسیت عضلات به انسولین داره رو به هیچ وجه ایجاد نمیکنه. حالا بیاین در زمینه درمان دارویی صحبت کنیم. تا همین چند وقت پیش هیچ دارویی نتونسته بود تاییدیه FDA رو برای درمان بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی بگیره. ولی خوشبختانه چند وقت پیش مقاله‌ای در ژورنال نیو انگلند چاپ شد که تأثیر داروی رزمتیروم رو بر روی بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی بررسی کرد و در نهایت متوجه شد که تأثیر بسیار خوبی در کاهش التهاب و کاهش فیبروز و همچنین کاهش تجمع چربی در بافت‌های کبد از این دارو دیده شد و باعث شد که این دارو به تایید FDA برای درمان این دسته از بیماران برسه. در واقع داروی رزمتیروم یک آگونیست نسبی هورمون تیروئید در بافت کبد هست که سلولای کبدی رو ترغیب میکنه که چربی ذخیره شدهشون رو تجزیه کنن و اونو بسوزونن و در نتیجه باعث میشه تجمع چربی توی بافت‌های کبد کاهش پیدا کنه. به جز یک سری عوارض خفیف گوارشی مانند اسهال و تهوع که در درصد کمی از بیماران درمان شده با رزمتیروم دیده شده، دیگه عارض جانبی آنچنانی و مهمی این دارو نداشته. داروهای دیگه هم برای درمان بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی استفاده می شده و میشه، مثل داروهای کاهنده قند خون که توی دیابت هم استفاده میشن. در این بیماران هم تأثیرات مفیدی از خودشون نشون دادن، مثل داروهای دسته SGLT2 اینهیبیتورها مثل امپاگلیفلوزین، داروهای GLP-1 آگونیست ها مانند لیراگلوتاید. دسته دیگه از داروهایی هم که مفید بودن داروهای کاهنده چربی خون مانند استاتین ها، روزوواستاتین، آتورواستاتین هستن. داروهای دیگه داروهای آنتی اکسیدانن مثل ویتامین A. باید بدونیم که همه این داروها علاوه بر اون مزایایی که دارن یک سری عوارضی هم دارن. به عنوان مثال ویتامین A دیده شده که چربی انباشته توی کبد رو کاهش داده، فیبروز و التهاب رو کم کرده، ولی در کنار اون باعث افزایش ریسک کنسر پروستات و سکته‌های قلبی عروقی هم شده. دارو درمانی برای کبد چرب باید تحت نظر پزشک با صلاح دید پزشک باشه و پزشک با توجه به شرایط بیمار اونا رو تجویز کنه. مصرف خودسرانه داروها میتونه به جای ایجاد سود و بهبود سلامتی بیماران باعث آسیب و ضرر و زیان هم بشه. پس در نتیجه هیچ وقت داروها رو خودسرانه مصرف نکنید. در آخر ذکر این نکته رو ضروری میدونم که بگم که هیچ داروی گیاهی یا اصلا غیر گیاهی به عنوان تصفیه کننده کبد، پاک سازی کننده کبد، نمیدونم مصفای کبد،
این اراجیف شناخته نشده و اگر یه سری شیادای میان و میگن که فلان دارو تصفیه میکنه کبد و پاکسازی میکنه، اینا فقط تله‌ایه برای جیب شما، میخوان که از این طریق کسب درآمد کنن و با این کارشون سلامت شما رو به خطر میندازن. چه بسیار بیمارایی بودن که به اینا اعتماد کردن و در اثر این داروها دچار نارسایی حاد کبد acute liver failure شدن و کبدی که میتونه سالیان درازی در خدمتشون باشه و سلامت زندگی کنن در مدت کوتاهی از بین رفته و حالا باید منتظر پیوند کبد باشه. همچنین این که جوش‌های پوستی هیچ ربطی به کبد چرب ندارن و کبد چرب خودش رو با جوش پوستی یا چربی پوست نشون نمیده. مراقب سلامتیتون باشید. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید.